سلام، امروز میخوام درباره یک پدیده جدید صحبت کنم. چیزی که آرام و بی صدا در حال اتفاق افتادنه. خستگی الگوریتمی. وقتی هوش مصنوعی به جای ما تصمیم میگیره، ذهن ما تحلیل میره. هوش مصنوعی کارا رو برامون راحت تر کرده، اما پشت این راحتی یک آسیب پنهان وجود داره و قدرت تصمیم گیری ما کم کم ضعیف میشه. خستگی الگوریتمی یعنی انتخاب‌های روزمره رو به AI میسپاریم و مغز ما کمتر تمرین میکنه و نتیجهش کاهش توان انتخاب ماست. بدون اینکه بفهمیم انتخاب مسیر، موسیقی، فیلم، حتی جواب دادن به پیام‌ها رو میسپاریم به الگوریتم‌ها. این وابستگی خیلی نامرئی اما واقعی اتفاق میفته. مغز انتخاب رو کاری سخت و پر انرژی میدونه. وقتی از این کار دور بشه، مثل یک عضله بدون تمرین ضعیف میشه و نتیجهش چی میشه؟ کم شدن اراده، بی‌حوصلگی موقع انتخابامون. اضطراب داریم وقتی AI از ما دوره و هیچ کنترل روی زندگیمون نداریم و دچار سرگردونی هستیم. هوش مصنوعی سریع تصمیم میگیره، اشتباه کم میکنه، خسته نمیشه و مغز ما میگه چرا خودم فکر کنم، بذار AI تصمیم بگیره. اما اگه تمام انتخاب‌ها رو به AI بسپاریم، کم کم استقلال ذهنمون رو از دست میدیم و فقط مسیرهایی رو که الگوریتم به ما پیشنهاد داده دنبال میکنیم. برای اینکه ذهنمون قوی بمونه، کافیه روزی چند تصمیم خودمون بگیریم. گاهی پیشنهادهای AI رو رد کنیم و مغزمون را با فکر واقعی درگیر نگه داریم. هوش مصنوعی فوق‌العاده است، اما نباید اجازه بدیم جایگزین توان تصمیم گیری ما بشه. کنترل زندگی باید دست خودمون بمونه. تو چطور؟ تا حالا احساس کردی تصمیم گیری برات سخت تر شده؟ منتظر نظرت هستم.